به طور کلی جمع کردن چربی‌های شکم و اطراف ناحیه میانی برای همه آسونه، اما خلاص شدن از شر اونا بسیار سخته. بعضی از مردم همیشه به خودشون قول میدن که مشکل چربی شکمشون رو برطرف کنن و اکثر اونا سعی میکنن تا زمانی که چربی ها نابود بشن کرانچ درازنشست بزنن. اما کرانچ درازنشست از بدترین ورزش‌هایی هستن که میتونید انجام بدین، به خاطر اینکه به هیچ وجه کالری زیادی نمیسوزونن و باید بگم که نمیتونید با انجام تمرینات شکمی چربی ناحیه میانی خودتون رو هدف قرار بدین. بنابراین بهترین تمرینی که میتونید برای کاهش چربی شکمتون انجام بدید تمرین کنترل کردن خودتون در مورد رژیم غذاییتونه. اما با اینکه رژیم غذایی شما همیشه عامل تعیین کننده اصلی برای میزان کالری دریافتی شماست، اما تمرینات خاصی وجود دارن که کالری بسیار بیشتری نسبت به سایرین میسوزونن و این تمرینات میتونن برای افزایش تعداد کالری که میسوزونید استفاده بشن و به صورت هفتگی به شما کمک کنن چربی‌های بیشتری رو از کل بدن خودتون از جمله چربی‌های ناحیه میانی بسوزونید. اولین تمرینی که امروز میخوایم ویدیو رو باهاش شروع کنیم مدیسن بال اسلم یا همون کوبیدن توپ به زمینه. این حرکت یه تمرین فوق‌العاده برای افزایش سرعت و قدرته و عضلات شونه، زیر بغل، سه سر، پاها و شکم رو به خوبی درگیر میکنه. یکی دیگه از تمریناتی که معجزه میکنه براتون حرکت کیبل وود چاپ هستش یا همون کاپ چرخشی که تو ایران بهش گفته میشه. برای انجامش هم ابتدا قرقره رو باید به سمت پایین بیارید و یک دسته نرمال یا همون دسته دی بهش وصل کنید. میتونید انگشتای خودتون رو قفل کنید یا به سادگی یک دسته رو یه دسته دیگه قرار بدید. مقداری به سمت پایین بشینید، بعد بایستید و کاپ رو از کنار باسنتون به سمت مخالف و بالای شونتون ببرید. دوباره در حالی که آرنجای خودتون رو تقریبا کامل قفل کردین این حرکت رو تکرار کنید و بعد برای سمت دیگه هم همین کار رو انجام بدین تا یک ست کامل رو زده باشید. مثل عکسی که میبینید حواستون باشه که باید دستتون مثل یه ربات بدون اینکه شکسته بشه به سمت بالا و به صورت چرخشی بره و بیاد تا تأثیر خودش رو به صورت کامل بذاره. اصلا هم سعی نکنید این حرکت رو سریع انجام بدید. تمرکز تو این حرکت بسیار مهم هستش. قبل اینکه بریم سراغ حرکت بعدی ما یک ویدیو راجع به مقایسه چربی سوزی طناب زدن با بقیه حرکات و ضررهای طناب زدن ساختیم که لینکش الان میاد روی صفحه، حتما اون رو هم تماشا کنید. تمرین بعدی لیست ما قطعا حرکت بی‌نظیر برپی هستش. این حرکت رو هم میتونید با دمبل و هم بدون دمبل انجام بدید. برای انجامش با وزنه اول وزنه رو مطابق ویدیویی که دارید میبینید قرار بدید کنار خودتون و اول بشینید و پاهاتون رو به سمت عقب پرت کنید تا به حالت شبیه شنا زدن در بیاد و بعدش دوباره اول بشینید و در آخر بایستید تا حرکت کامل بشه. بیایید به سراغ کتلبل سوینگ بریم. طبق گفته امریکن کانسیل آن اکسرسایز به طور کلی تمرینات کتلبل در افزایش ضربان قلب بسیار خوب هستن و به شما کمک میکنه 1 تن کالری بسوزونید. یه فرد به طور متوسط میتونه تنها در 20 دقیقه با یک تمرین کتلبل 400 کالری بسوزونه که اگر بخوایم معادل بندی کنیم خیلی خیلی بهتر از دویدن با سرعت معمولیه و اصلی ترین تمرین کتلبل سوینگه. اجرای این تمرین بسیار ساده است. برای شروع پای خودتون رو کمی بازتر از عرض شونه بذارید و کتلبل رو از میان پای خودتون به سمت بالا پرتاب کنید. در مرحله بعد ما بتل روپ رو داریم که مثل یک ماشین چربی سوز میمونه و تمرینات زیادی رو میشه باش انجام داد. قدرت چربی سوزی بتل روپ رو به هیچ وجه دست کم نگیرید. بتل روپ انواع مختلفی داره. برای اجرای این نوعش هم میتونید یک انتهای طناب رو در هر دستتون نگه دارید و کمی زانوهای خودتون رو خم کنید و با بازوهاتون سعی کنید موجهای سریع در طول طناب ایجاد کنید. در تمرینات بتل روپ هم میتونید اون رو با سرعت بالا انجام بدید و یا در روش دیگه میشه سعی کرد با سرعت کمتر ولی با قدرت بسیار بالاتر کالری سوزی شدیدی داشته باشید. حرکت شماره 6 ما حرکت اسلت پوش یا سورتمه هستش که چربی سوزی بسیار بالایی داره. اگر شما 10 دور این تمرین رو انجام بدید میفهمید چقدر کالری سوزی عجیب غریبی داشتید. حرکت شماره 7 حرکت ماونتین کلایمبر هستش که تو ایران به حرکت کوهنورد معروفه. خوبی این حرکت اینه که میتونیم در هر جای انجامش بدیم و ضربان قلبمون رو مثل موشک بالا ببریم. اگر بخواید در این حرکت فشار بیشتری به خودتون وارد کنید میتونید اون رو با بندای TRX هم انجام بدید.
قطعا یکی از بهترین تمرینات برای از بین بردن چربیاتون همر سوینگه. در حال حاضر همه به این تمرین دسترسی ندارن، اما اگه جایی هستید که میتونید این تمرین رو انجام بدین، باید بگم که طبق تحقیقاتی که انجام شده این حرکت یکی از برترین حرکات چربی سوز حال حاضره که امیدواریم به زودی در همه باشگاه ایران در دسترس بشه. قبل اینکه حرکت آخر رو بگم بهتون، ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین و حتما ویدیو رو لایک کنید دوستان. لایک تک تک شما کمک و انرژی زیادی به ما میده تا ویدیوهای بهتری بسازیم. پس اگه ویدیو کمی هم براتون مفید بوده حتما اون رو لایک کنید. و در نهایت میرسیم به حرکت کم نظیر ترکیش گت-آپ. برای انجامش هم اول در حالت خوابیده هستید و وزنه رو بالای سرتون با یه دست نگه میدارید و اون دستی که وزنه داره رو اصلا خم نمی کنید و بعدش در حالت لانج قرار بگیرید و تا آخر با وزنه بالا سرتون بلند بشید. این نوع حرکت که امروز گفتم بر اساس جدیدترین تحقیقات منتشر شده از کارشناسان و متخصصانیه که تو این حوزه فعالیت دارن و از درجه یکترین حرکات چربی سوز برای از بین بردن بیشتر چربی‌های بدنتون هستن. پس اگر دنبال آب شدن چربی‌های پهلوتون یا همون هندل لاف‌های سمج هستید، این حرکات رو توی برنامه‌تون قرار بدید.